هر که حضرت مولوی میگوید هر که آخربین بود او بیدین است. کسی آخرجش فکر میکند اون بیدین است. میگه هر که آخربین بود وی بیدین است، هر که آخربین بود وی بادین است. هر که فکر آخرت میکند او دین دارد، هر که فکر آخرجش میکند وی دین ندارد. گفتن رسول حضرت مولوی رومی. ای دل چی کنم خدا چنین میخواهد، نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل از توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله. هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند به داد و ناداد خدا. جز مهر خدا، جز مهر خدا کی بود مهر دیگر، کی یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بیشکست کلاه و قدح و کوزگری.